هیچی سر تو بعد گذاشته بود کم خورخور میکردی. ببخشید. میگم شما هم داریم یه کنسرت؟ یعنی بابا شما هنوز خوشگلین که. برو بابا. آقا من خواهش میکنم مزاحم نشی. بفرمایید. مگه من با شما شوخی دارم؟ بیا بالا ببینم. سلام. مگه قرار داری تعمیرگاه؟ گفتم که اول رستوران واجب تره. رستوران واسه چی آخه؟ واقعا نمیفهمی میگم واجب تره؟ قبول شدی؟ بله. وای به مامانت گفتی؟ نه اول اومدم سراغ تو. چیکار می‌کنی؟ سلام مامان. مامان یه خبر خوش دارم. علی شاگرد ممتاز شده. یعنی بدون کنکور میره برای فوق لیسانس. نه منو میرسونه خونه، میخوام واسه به مامان کمک کنم واسه شب، خودش میاد پیش شما. بله خداحافظ. مامان مامان شما پسرشون هستین؟ بله. حالشون خوب میشه خانم؟ مادرتون باید عمل بشن. شما لطف کنین این برگه رو پر کنین، رضایت‌نامه است با همراه با کارت شناساییتون ببرید پذیرش. من پر میکنم. یه لحظه تشریف بیارید. آقای دکتر! آقای دکتر! مامان! من همیشه آرزو داشتم عروسی کشین رو ببینم، چون خودم بچه‌ای ندارم. اونو واسه پسر خودم میدونم. داشتی سر اینجوری است که تو در میاره تا اونجا که آتیشش میزنم ببینی میخوای چیکار کنی؟ بگیر اینا. اینا چیه؟ یه سری خرت و پرت که واسه سلامتی و روحیت خیلی خوبه. اینم هست. این دیگه چیه؟ دایی بهم زنگ زد گفت پیدات نکرده. من که خونه بودم. امشب میخوام بیان اینجا. همونجا که من از حرفشون فهمیدم میخوام بیان تکلیف خونه رو روشن کنم. چی از گفتنش وحشت داری؟ وحشت که نه وحشت ندارم. طبق وصیت خواهر خدا بیامرزم یه سهمی داشت، یه واحد آپارتمان میشه که به نامت میکنم. فقط نمیدونم چی باید بگم و یا از کجا شروع کنم. از آخرش اینکه چطور یه پسر نمیتونه وارث مادرش باشه؟
راستش تو علی جان، تو پسر واقعی خواهرم نبودی. تازه دارم معنی پچ‌پچ‌هایی رو که با حضور من قطع می‌شد میفهمم. محبتاشون، لبخنداشون، تولدایی که هیچ وقت فراموش نمی‌شدن. من همه جای این شهر رو تا دیروز میشناختم. هر جا که میرم، به هر چی که نگاه میکنم، چقدر رنگ عوض کرد. میخوام درباره خودم بدونم. من کیم؟ از کجا اومدم؟ اون موقع که آوارهای حلبچه واسه مداوا میمدن ایران، مادرت توی یکی از بیمارستانات تو تهران کار میکرد. همون جایی که چند تا بچه از حلبچه توش بستری بودن. خیلی سعی کرد تا خانوادت رو پیدا کنه. اما این کار هیچ کس از خانوادت زنده نمونده بودن. نمیدونم باید ازت تشکر کنم یا شاکی باشم. تو این همه سال هر وقت از هر چیزی، هر کسی دلخور بودم میومدم پیش تو. حالا که سنگ صبورم زیر این سنگ خوابیده، نمیدونم باید حرف دلم رو پیش کی بزنم. پیش من. سلام. سلام. زنگ زدم موبایلت خاموش بود. رفتم در خونه نبودی. مطمئن بودم اینجا پیدات میکنم. دایی چیزی گفته؟ نه، میخوان خونه رو بفروشن. دایی گفت میخواد اونجا رو بکوبه آپارتمان بسازه. حالا هرچی. با تو هم مشورت کردن؟ نه، مامانت بهم گفت. واسه همین به هم ریختی؟ تو چی فکر میکنی؟ اگه بفهمی تمام عمر بهت دروغ گفتن، چه حسی پیدا میکنی؟ هیچ. حتی اگه بفهمی من بهت دروغ گفتم، من باید حرف بزنم. داداش تابلو پیچوندی ها. بارو بابا. نه بگی یارو بچه بود. دیشب مامانم قیمه بادم جون درست کرده بود. هرچی بهت زنگ زدم بگم شام بیای پیش ما، جواب تلفن ندادی. من دلم نیامد هیچی نخوردم. حالا میتونم حرفمو بزنم؟ گفتم بعد از غذا. علی اگه همه غذا تو نخوری نمیذارم حرف بزنی. نمیذارم چون تکون بخوری. خوش به حالت. چرا؟ چون از 7 دولت آزادم. قول میدم اگه غذا تو خوردی با هم حرف بزنیم. اگه همشو خوردی ها. بیا ببین چه مزه‌ایت داره. اگه همشو خوردم میشه حرفمو بزنم؟ اگه همشو خوردی قول میدم اگه حرفات تا آخر دنیام طول بکشه همشونو گوش کنم. الان از همه جای دنیا واسه اشغال تفاسیتی با میشن میرن ترکیه و دبی. آقا داشت مرده شما زنده. 10 سال دیگه ترکیه و دبی واسه اشغال با میشن میان همین عراق. ولی خودمونه. اینا رو گفتم یه چیزی هم پشتش بگم. هیچ جا خاک خودمون نمیشه. من 10 بار تا حالا پا داده برم اروپا. داییم اونجاست. رفتم ها. ولی بعد یه ما برگشتم. میدونی خاک میکشه. ما نمیتونیم اون بردمون بیاد. من نمیدونم تو اصلا از کجا اومدی، کجا میخوایی بری. میدونی منصرفت هم نمیخوام بخونم اما غم غربت سخته داشت. خب آقا شما چی میل داریم براتون میاره؟
چی داریم؟ جوجه داریم، کوبیده داریم، برگم داریم. قیمه بادمجون نداریم؟ نه متاسفانه نداریم. بیا این سالمونیه چقدر؟ نمیدونم تا مرز 2 ساعت راه. عراق چرا؟ وقتی برگشتم بهت میگم. کی برمیگردی؟ نمیدونم. یعنی نمیدونم کارم کی تموم میشه. باشه نیامدی تو؟ نه. حالم خوش نیست. میام بقیه رم دلخور میکنم. علی کی میری؟ منتظر خبرم. به محض اینکه بهم تلفن بشه. نوشهر Kanka passakan likö davazin. Yan? Passakan likö davazin. وزن لولا davazin. توزه خواره چی لولا واسه passakan لولا davazin. لویا؟ وارا كاكا نوشهر هسه حركتك نوشهر. وارا نوشهر هسه حركتك كاكا نوشهر. علی آقا؟ کدنان؟ ببخشید دیگه مزاحمت شدم. نه بابا این حرفا چیه؟ اتفاقا خیلی خوشحالم. بین این همه آدم قرار من میزبانت باشم ها. اینجا اینقدر کوچیکی که به راحتی قسمت میتونه ما رو با هم فامیل کنه. قشنگه؟ چی؟ کردستانو میگم. نمیدونم. نگران نباش. ما یه کارایی کردیم. با تلویزیون و روزنامه ها به همه مردم اطلاع دادیم. خبری هم شده؟ اوه تا دلت بخواد. تا حالا 40 تا خانواده مدعی شدن. 40 تا؟ از کجا بفهمیم کدومش خانواده من؟ دیدی عجله کردی؟ اونم بهت میگم. 40 تا؟ از توی این 40 تا خانواده فقط 5-6 نفرشونه که از نظر سن و سال و جنس بچه گم شدهشون به تو میخوره. توی هر خانواده از یه نفرشون آزمایش دی ان ای گرفتیم. فرستادیم ایران. چون ما این آزمایش رو اینجا نداریم. تو هم باید آزمایش بدی. کجا داری میری؟ از قبل یه هتل خوب برات رزرو شده. من خودم هم یه چند سالیه تو سلیمانی زندگی میکنم. اگه موافق باشی امشب میریم خونه خودمون. نمیدونم چرا ولی فکر میکنم اومدنم بیفایده است. از مرز که رد شدم یهو ته دلم خالی شد. میفهم. الو. گشتوه. بسته بله خومه. او خریکن برگه کنی بکن. والله پی خوش نیه برواد به هتل. بکاک مله بله پی خوش لای خون بی. نه باشه بچه آوان. باشه هست نزن. جانم. بچه آوان. باشه خواه حافظم. چی شد؟ چی شد؟ منظورم همون رفتن به خونه ماست دیگه. مزاحم نیستم؟ ای بابا مزاحم چیه؟ تو اگه بدونی این مردم با اومدن چه امیدی به دلشون اومده نمیگفتی مزاحمی. علی جان بشین من الان میام. خوب بشه همت بو آورده ایران. سلام كاكاو عدنان جان بخير سلامتك كيف الرقم؟ بخير كاكاو بغينا متخيزانك مينا والله زور بيت اخذ وزور كان ليكم عدنان جان اما يكون رقم بينين انتو اخوة عدنان شلون جان زني وكوريا ويا اي شو اي وش بكو هم علامه زنين ابي بتشي هم ما بخوتان لا بابا انتو اخوة بابي بابي كون عزيته وهم بس زمانه لا تجيب انتو خير اخوة بابي بينهم كل رقم بينهم عدنان جان بس عقوبهم باشه بس نيكي بهرا وقريان باش جو اللي ابو نيكي بهرا وقريان دوا ماشي بقول نقري بابي بينهم نبردي بقربانه بم كرة غريبة كم كرة جوانة كم كرة غريبة كم هو ما الزعيم هاي ما غيبة هو ما زعيم
چیو بینه بونم چی آخه بافت بینه چی بود وره ها قال لك وره وره كم ببينهم وره غريبة كم ببينهم وره باكو مرة سركة ودي وره كم بس زيت شو بالخنا يلا بفهم سلام بخیر بنه خسرته علی جان همون بهتر که اینجا بزرگ نشدی. این خانم من این بچه رو روزی 10 بار میشوره میچلونه. بخیر بنه آخا عدنا نوتتي هیچ چی مود وتم خزانه من باشترین افرتی دنیاه قد لترانی شاشتی و دست نکرد فرو برا نجور اره والله گشتینی سرش تمامی خیلی ممنون ايه من دیان ناسم زور باشه تاقی کاریان داوا زور باشه ده باشه منیش بیانی علی اوان بو تاقی کاری خوش خبر بی خوات لگل خواه حافظه بی خبر اومدن تنگار از خود زودتر رسیده کی بود؟ یکی از دوستان تو شهیدان میگفتش که یه خانواده دیگه اضافه شدن مرحبا كاك سليمان مرحبا سر تشاو دوزا صار زوجتم بريا زرفك حظ لك يا ميبي صلصتش جواني والله ترى رويت هذا شام عليم بستوما توج من بوته بوناتي فحسبتي بحثي شي فحسي فين بو كره دوزراوته جا خلقي كي زور شو فحسي كي دوتوش شو فحسبتها لقى كرم هبوا دمك باتبو قاسم بوتشيا اصرفك كم ترباش مصرفي تشي توكو مصرفي وزاتو على خشي بس رو دات جاء مصرف مهيا نيما على خشي بس رو فرمو صوزك ورا وزارو في نصاك فارق كمان برو جا وقت المنبوط من لبن قوتنا خلقي كي زور شو دوتوش بشو ودات جاء الحكم لله شرم بيفروشي توازن لي بنا بربر يخوتو بربر يخوتو زفك بروتو من اخمي بس هو اخر حق مشي بسرتو اخي تو بمنلي مصرف زوريا كم نعم مشي بسرتو اخي بسر خلقه ويا اخي بسر معالمه ويا اخي هذا شر بيبا كاكا هار بيبا منامك رولا جان زور سير معالمه زور سير نوازاني باسي قسم كردو من حق بوسا كسوا باشا ما وصل يا وتيا باشا بابا على قمي بس كسوا بجنوب منال وبقنجو فيه ومترك برا برا براسي من برا على قمي بس كسنا ها من تو مدوا من درستك انت برواسم لي اخر خلقنا برا هذا مكانك خراب هذا من قسم بس كسا كدو هيك برا من كسا